به ما توفیق آمادگی برای ماه محرم عنایت بفرما، به ما حالت بکا و ابکا عنایت بفرما که هم خودمون گریه بکنیم هم دیگران را بگریانیم که این گریه بر سید الشهدا سلام علیه عبادت بزرگیه که امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من عین احب الی الله ولا دمعة من عین بکت و دمعت علی الحسین علیه السلام و ما من باک یبکی علی الحسین الا وقد وصل رسول الله صلی الله علیه و آله و وصل فاطمه سلام الله علیها و اسعدها علی البکا و ادا حقنا. این کلمه ادا حقنا خیلی سا تعمل بکنید. ما نمیتونیم حق یک مؤمن ادا بکنیم، حق همسایه، حق عالم، حق پدر مادر، تکیف حق امام که ما شعب خوندیم اللهم صل علی محمد و آل محمد الذین اوجبت حقوقهم اوجبت. ولی گریه بر امام حسین میفهمد ادا حقنا میگه ما دیدیم کمالین از علما اعاظم علما مقید بودن ایام عاشورا خودشون روزه بخونن، تو خونه روزه بخونن، مقتل بخونن برای اهل بیتشون. نجف اشم مرحوم آیت الله میرزا عبدالعالی کربلا آمیز مهدی ما مرحوم ما همون اینا مقید بودن که از روی کتاب روزه میخوندن که اسمشون تو دفتر روزه خونا ثبت میشه. خیلی باید قدر خودمون بدونیم که خدا این عنایت و این منصبت عنایت کرده. خدایا به ما چشم گریان بده. گریه برای امام حسین همیشه مطلوبه. آقا امام زمان ارواحنا فدایشون که کارشون گریه. یکی از عبادتهای بزرگ امام زمان مسئله بکاه و ندبه است. لأندبنک صباحا و مساء. تو این راه کربلا خود امام حسین چقدر گریه کردن. گاهی یاد از حضرت یحیی میکردن، میفهمود از بی‌اعتباری دنیا بود که سر یحیی رو از بدن جدا کردن. نزدیکای کربلا ما خیلی گریه کردن وقتی که خبر شهادت حضرت حسین رو دادن به امام حسین. ارتج الموضع بالبکا، اون قطعه زمین یک پارچه زجه شد. آقا گریه اهل بیت جوونا بنی هاشم اصحاب فرمودن رحم الله مسلما انه قد قضا ما علیه و بقی ما علینا. اولی که موقع کربلا رسیدن گریه کردن. اول کربلا رسیدنشون که علما نوشتن آقا نگاهی به اهل بیت کردن بکا ساعه. آقا یک ساعت گریه کردن، سر بلند کردن اللهم انا حضرت نبیک محمد صلی الله علیه و قد ازعجنا و طردنا و شردنا عن حرم رسول الله صلی الله علیه و تحدث علینا بنو امیه. خدای میبینی ما یک مش اولاد پیغمبری تو ما رو در به در بیابونامون کردن. خدای تو به داد ما برس. این اول گریه ها بوده. روز عاشورا دیگه قیامته. روز عاشورا دیگه یک جا نوشتن بکا بکا شدیدا، یک جا نوشتن بکا حتی غشی علیه، یک جا نوشتن رفع صوته بالبکا، یک جا نوشتن